سوال دیگر خاکسار بودن چیست؟ اگر خاکسار بودن همه را از خود بالا شماریدن باشد، عادتا ما آدمانی باسواد را بالا می شماریم و در برابر انسان‌های بی‌سواد نیز همین خیل باشیم. خاکساری را اساساً فروتنی میگویند. فروتنی، تواضع و در فارسی هم تواضع هست زیکت، لیکن در عربی تواضع متواضع. انسان خاکسار بودن یعنی انسان خاکی بودن. معنای خاکی بودن این نیست که شما همه را از خود بالا میگیرید. معنای خاکی بودن این است که با همه کسی را از کسی جدا نکرده. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با کودکان هم صحبت میکردند، با جوانها هم صحبت میکردند. اصلا مثلا من پیامبر هستم گویان بالای کسی ظلم را روانه می دیدن، با همه می توانستند معامله کنند، با همه می توانستند مراسا کنند. این است خاکساری، این است که تو می توانی خود را بالا گیری اما خود را بالا نمی گیری. تواضع، خاکی بودن یا پایان بودن را، فروتن بودن را برای خود ترجیح می دهی یا گفتیم برای خود انتخاب می کنی. عکس تماما متکبر است که متکبر آنی هست که مردم را پایان می‌بیند و خود را بالا می‌بیند. انسان خاکسار باشد خودش را از همه جهت، چون از خاک آفریده شده است و هرچی باشد هم انسان ضعیفی‌های خود را دارد، پایان می‌شمارد و اصلا خود را از کسی نمیگوید که مثلا من از تو مالم زیاد یا جمالم زیاد یا جوانتر هستم یا قوی‌تر هستم. نه، با ضعیفان هم، با بیچارگان هم، با کودکان هم، با کم بغلان هم، با بایها هم، با همه میتواند مراسا کند، با همه میتواند صحبت کند. نزدیک کسی خود را بالا گرفته با آن متکبری یا بالای او منمنی نمی کند. اما این معنیش نیست که بگوید این جاهل از من بهتر است. نه، با جاهل هم مراسا کرده می تواند. یعنی با انسان جاهل هم، با انسان بی‌سواد هم می تواند گفتگو کند. و خیلی گفتم در ما اساساً فروتنی میگویند که کسی که فروتنی ندارد با خود هم مراسا کرده نمیتواند. یعنی از انسان متکبر همه نفرت دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی خصلت همیشگیشان همین فروتنیشان بود که فروتنی انسان را زینت میدهد که هیچ چیز اینقدر زینت داده نمیتواند.